میگویند که مهنت کنی راحت میبینی. در حقیقت همین گونه است. شخصی که مهنت میکند، تلاش میکند، به همون قله‌های بلندی که میخواهد میرسد. با همین مضمون ضرب المثل خلقی است که میگوید بیرنج گنج میسر نمیشود. این ضرب المثل را از ساکنان شهر بختر پرسانده شویم تا چی اندیشه ها دارند. تو مقصد زحمت نکشی، یکم چی به دست آوردن نمیتونی. اول زحمت میکشی بعد راحت شو میبینی. تو مهنت نکنی یکم چی به دست آوردن نمیتونه. شخصی که مهنت میکنه همه چی را به دست آوردن میتونه. بیرنج گنج میسر نمی شود و آدمانی که دوراندیشند، عاقلند، خردمندند، رنج را یک اصول بهترین کمالات انسانی می حسابند، چون که آنهایی که با رنج یعنی که گنج به دست می آورند لذت دارد و کیفیت دارد و شخص رو نیز همین زحمت ها و رنج در جامعه معرفی میکند که مثلا ببینید یک کلاهساز چندین روزها برای آماده کردن یک کلاه زحمت میکشد. وقتی که آن رو به معرض تماشا میگذارد الکی خستگی او رفع میشود، چون که از چهره و نگاه و احسان گفتن های آدمان او خوشحال میگردد. انا همین است لذت رنج، یعنی که به دست آوردن یک محصول مهنت. شخصا من برنج یعنی که گنج یافتن رو اصلا تقاضا ندارم. زندگی افسانه نیست که ما محیط طلایی رو دریافت کنیم و در حال بای و بدولت شویم. مرحله به مرحله، زینه به زینه از همون بازیات خود شکرانه میکنیم و مهنت میکنیم. تا حتی من همین گونه عقیده دارم که تا حتی من این بازی های لاتاری هست، اگر که بازیافت اگر دونم که من در اونجا یک برد میکنم، تا حتی من از اون خریداری نمیکنم، چون که در اونجا رنج نیست، یعنی که مفت است. بر عوض شکست چند نفر یک نفر برد میکند. و همین خاطر اهل ضیا، اهل ادیبان، اهل روشنفکران بیشتر وصف کردن که واقعا هم رنج، زحمت، مهنت، یعنی که رو به کار و به مهنت آوردن نشان خردمندی انسان است و هر یک شخص با این وسیله میتواند دنیای خود را زیبا گرداند. تو مقصد مهنت نکنی یکم چی به دست آوردن نمیتونی. مهنت کنی مقصد راحت شو میبینی برای خود در زندگی. به مهنت راحت ممکن است. اگر که مهنت کنی راحت چه میبینی؟ آدمی که مقصد انسانه که مهنت میکنه، تلاش میکنه، زحمت میکشه، همه وقت راحت چه میبینه. راستی از این صحبت انتظاری نداشتیم و چون کوشش کردیم به سوال اولی شما پاسخ بگیم، اگر عقیده ما نظر من رو دونستن بخواید خوب میشد یک ضرب المثل دیگری هست که هر زاغ داغ دارد. اگر پای همین موضوع تلاش کنید و پرسش گذارونید، شاید که پاسخهای خیلی هم پرمضمون برای شما دسترس گردد. ضرب المثل اندیشه شما چی است؟ اندیشه من همین است که هر زاغ داغ دارد مضمونا همین گونه است که هر نفر هرچند در نظر مردم خیلی خوشحال است، اما در قلب یک تشویش‌های دارد، یک مشکلی‌های دارد و اصلا راحت مردم آن را پنهان میکنند. اونایی که خردمند هستند و مرحله پر مرحله پای حل این مشکلات میشوند، اما هیچ کس کلا خرسند یا کلا زندگی مثال بهتری ندارد. حتی ثروتمندان یعنی که با نظرداشت نبض زندگی خود آنها نیز یک مشکلی‌های دارند که به آنها معلوم است. از این خاطر هر زاغ داغ دارد میگن، یعنی که هر نفر نوبسته از نبض روزگارش همیشه در قلب یک تشویشه که یک مشکلی دارد، اما ما تمنای آن رو میکنیم که آنهایی که همین مشکلی و همین زندگیشون از همین معماها یعنی که روبرو میشوند هیچگاه ناامید نشوند، چون که هر یک مشکلی، هر یک معما وقتی که حل میشود با گفته ما یک زینه بالاتر شدیم، یعنی که دوراندیشتر شدیم، کارشناس شدیم که این مشکلی را چگونه حل کنیم. با همین مطلب اگر یک پرسش میگذارونید خوب میشد.